با درودی دیگر باره به همه شما بینندگان عزیز که همین لحظه همون رو در پخش مستقیم تماشا دارید. شعله گلخوجی هستم، ساعتی 10 با وقت پراگ بازم در خدمت شما با خبرهای تازه و همچنین با نامگوی موضوعهایی که در برنامه خبری بعد از 3 ساعت دیگر تقدیم شما عزیزان خواهد گشت. یکی در کشورهای عالم با مانند ایتالیا، زلندی نو و بعضی ایالت‌های ایالات متحده آمریکا صرف نظر از خطر سرایت دوباره کرونا ویروس تصمیم گرفتند کرانتین را سبکتر کنند. حکومت آمریکا میگوید حالا هدف اساسی تامین تست و آزمایش اهالی است که شماره واقعی گرفتاران مشخص شود. در این کشور هر ماه تا 2.6% اهالی از آزمایش کووید 19 خواهد گذشت. تا امروز به اطلاع دانشگاه جان هاپکینز آمریکا بیش از 3 میلیون اهالی عالم گرفتاری کرونا ویروس و یا بیماری کووید 19 بوده. بیش از 211,000 نفر از آن به هلاکت رسیدند. در همین حال نماینده سازمان جهانی تندرستی میگوید که تاجیکستان باید به سیناری بدترین آماده باشد. از جمله به قول این نماینده هیئت فنی سازمان آخر هفته یعنی هفته جاری به تاجیکستان میآید و قرار است هواپیمایی که 1 می به فرانکفورت رود هنگام بازگشت دیپلمات‌های اروپایی را با خود بیاورد. شما در این باره تفصیلات را میتوانید از وبسایت رادیوی آزادی با تفصیل بخونید. مجرمان کاری از شهر و منطقه های روسیه شکایت دارند که کارمندان پلیس و بعضی از کاردهندگان از آنها طلب میکنند که پول پاتنت را پردازند، در حالی که روز 18 اپریل ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه با صدور یک امر مجرمان کاری را از 15 مارس تا 15 ایون از ثبت نام اقامت و رجیستراسیون و همچنین پرداخت پول پاتنت آزاد کرد. وزارت کارهای داخلی روسیه که نظارت امور مهاجرت را در این کشور زیر نظارت دارد، در پاسخ به سوال حامیان حقوق در این کشور هم گفت موافق امر پرزیدنت شهروندان خارجی 3 ماه حق دارند بدون پاتنت کار کنند و کسی آنها را به جوابگری نمیکشد. اما در برخی نوارها که خود مهاجران به ما میفرستند دیده می شود که کارمندان پلیس مهاجران را بازداشت کرده در یک اتوبوس خدمتی میشنانند. حامیان حقوق در چنین حالتها به مهاجران چه توصیه میدهند؟ با ما بیایید در برنامه خبری بعد از 3 ساعت دیگر خواهید فهمید. گروهی از ساکنان شهر خوجند با نظرداشت آنکه طبیبان و پرستاران شبانه روزی در بیمارستان‌ها به معالجه دردمندان مشغولند، در خانه‌های خود غذا آماده کردند و برای آنها بردند. این تشبث نخست در صفحه‌های فیسبوکی خوجندیان بیان شد و با آنکه پشتیبانی زیاد پیدا کرد عملی گردید. شام 27 اپریل تشبثکاران نخستین بسته‌های خوراک شام و قوطی‌های 6 لیتری پلاستیکی آب را برای کارمندان بیمارخانه مرکزی ولایت سوخت بردند و از های طبقه اول به آنها رساندند. خیر و سخاوت یکی از فضیلت‌های مهمی برای مسلمانان مقدس رمضان به شمار می رود و گفته می شود چون این کارها در این ماه به عاملانشان ثواب و آرامش می آورد. همزمان بسیاری از کاربران گفتند که در فضای امروزه تاجیکستان چون این کاری نیک جنبه عظیم و مثبت روانی دارد. بنا به آخرین خبرها تنها در همین بیمارستان نزدیک به 200 نفر با تشخیص التهاب شش بستری می باشند و روزهای آخر 4 نفر آنها هلاک شده. زیاده از 10 کس در شعبه های احیاگری‌اند و پزشکان برای نجاتشان تلاش زیاد دارند. چون از رمضان گفتیم، در رمضان امسال اکثریت آشخانه ها در دوشنبه فعالیت ندارد. آیا این به شروع روزه وابسته است یا اقدام های پیشگیری از احتمال گرفتاری به کووید 19؟ همکاران ما این موضوع را پیگیری دارند و تا 3 ساعت دیگر در این باره در برنامه خبری گزارش خواهیم داشت. در قزاقستان شماره قربانیان خشونت خانوادگی با سرعت افزوده است. تعداد آنهایی که از خانه‌های خود فرار کرده در مرکزهای بحرانی پناه بردند 2 برابر زیاد شده است. موج با سرعت خشونت را در این کشور کارشناسان به دوره کرانتین ربط می‌دهند که مردم زیاد تمام روز بیکار و بی پول در خانه ماندند. به باور حامیان حقوق یک سبب افزایش خشونت به جزا ماندن افرادی است که به این عمل دست می‌زنند. به این افراد تنها جریمه نوچیز و 5 روز محرومیت از آزادی تهدید می‌کند. ولی مشکل اصلی این است که به دلیل جاری شدن حالت فوق‌العاده دادگاه‌ها فعالیت خود را قطع کرده و پلیس هم بیشتر به نظارت راه و بازداشت آنهای مشغولند که کرانتین را رعایت نمی‌کنند و از خانه بیرون می‌شوند. گزارش خواهیم داشت در این باره.
و در دهات تاجیکستان مقامات خانه به خانه گشته مردم را به استفاده زمین‌های نزد حولیکی مجبور دارند. این روند در حال اوج گرفت که رئیس جمهور امامعلی رحمان روز 16 اپریل در جلسه فوری حکومت به وزارت کشاورزی و دیگر مقامات دخلدار سپارش داد نقشه کشت کارتوشکا را تا 40% و میدان کشت تکراری را از حساب غله‌دانگی‌ها، لوبیاگی‌ها و جواری مکه تا 60% زیاد کنند. و باید گفت که همکاران ما به چندی از ساکنان صحبت داشتند تا بفهمند که آنها زمین‌هایشان را چگونه استفاده کردن می‌خواهند. و نگفته نماند بینندگان عزیز، شما در این اواخر به ما خیلی ویدیوهای زیاد می‌فرستید و چند لحظه بعد در آزادی ویدیو ما بعضی از نوارهای که شما برای ما فرستاده بودید میگذاریم، از جمله درباره وضع مهاجرانی که میگویند مدت هاست تقریبا 1 سال می شود در یکی از بازداشتگاه‌های موقتی روسیه قرار دارند و میگویند که هیچ کس از حالشون خبر نمیگیرند. و باز چندی از نوارهای جالب دیگر نیز هست وابسته به اون که در روسیه نیز کرانتین است و مهاجران شرایط خود را در خانه که در حالت کرانتینی هستند به ما و شما بازگو میکنند. و بار دیگر یادآور میشوم، البته سپاس میگم به همه اونهایی که نوارها رو برای ما میفرستید و یادآور میشوم که دوستان عزیز وقتی که نوار میبردارید لطفاً در این نوارها دشنام ندهید و کوشش کنید که حرفای خوب بگویید و توانید موضوع را برای ما روشن و واضح بفهمونید. و ما در نوبت خود تلاش میکنیم نوارهای شما را در برنامه خبری و اینکه در آزادی ویدیو نشر نماییم. با سپاس از همکاری با هر یک شما و امیدوارم که همه شما عزیزان رو بازم در پخش مستقیم در برنامه خبری خواهم دید. تا اون لحظه خدا یارتان باشد و خود را احتیاط کنید.